سلام. در تهران صدها نفر با روشن کردن شمع یاد عباس کیارستمی کارگردان شناخته ایرانی را گرامی داشتند که در سن 76 سالگی درگذشت. هنرپیشگان و مخلصانش روز 5 ایول در آثارخانه سینما در پایتخت ایران جمع آمدند و زیر عکسی بزرگی او در اینجا شمع گذاشتند. عباس کیارستمی که از بیماری سرطان رنج می‌کشید روز 4 ایول در شهر پاریس پایتخت فرانسه درگذشت. فیلم‌های مختلف او در جشنواره‌های بین‌المللی جایزه‌های زیادی به دست آوردند و جمله فیلمی طعم گیلاس که سزاوار جایزه اصلی جشنواره فیلم کن در فرانسه شده است. درباره درگذشت و سهم او در سینمای ایران و جهان صحبتی داریم با بابک غفوری آذر، همکارم از رادیو فردا. بابک، به برنامه ما خوش آمدی. خودت که با چهره‌های شناخته و هنرپیشگان و کارگردان‌ها در ایران صحبت کردی، راجع به درگذشت آقای کیارستمی چی میگویند؟ همچنان جامعه فرهنگی و هنری ایران در یک شوک و ناباوری به سر میبره. خیلی ها هنوز باورشون نشده که آقای کیارستمی افتخار سینمای ایران از دنیا رفته و با نوعی ناباوری دارند با این موضوع برخورد میکنند. بسیار ناراحتند، به گونه‌ای که برای بعضیا حتی صحبت کردن سخته. اما در مجموع میشه گفتش که سینمای ایران و جامعه فرهنگی و هنری ایران داره کم کم کنار میاد با این خبر و سعی میکنه که بپذیره که چنین کارگردان بزرگی در میونشون نیستش و باید بپذیرن که یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی و هنری ایران از دست رفته. و درباره شخصیت خود او در ایران، درباره سهم عباس کیارستمی در رشد سینمای ایران بیشتر میگفتی؟ سینمای ایران رو پس از انقلاب سال 57 میتونیم بگیم که با آقای کیارستمی دنیا شناخت و فیلم‌های او، مجموعه آثار او، سبک فیلمسازی او باعث شد که راه برای فیلمسازان بعدی سینمای ایران هموار بشه و اونها هم بتونن به جشنواره‌های مختلف بین‌المللی در دنیا راه پیدا کنن و همینطور بتونن همکاری‌هایی داشتن با سینماگران شناخته شده بین‌المللی، اونها بتونن در فیلم‌هاشون بازی کنن، حاضر بشن که در ساخته‌های سینمای ایران حضور داشته باشن و بپذیرن که سبک و توان فیلمسازی ایران به این اندازه هستش که بتونه در حد یک اثر بزرگ بین‌المللی مطرح بشه. از این نظر آقای کیارستمی کاملا نمونه یکتا و بی همتایی است. علاوه بر اون ما باید این نکته رو هم بهش اشاره بکنیم، اینکه آقای کیارستمی نه تنها در زمینه سینما فعال بود، در زمینه‌های دیگه فرهنگی و هنری مثل گرافیک، مثل نقاشی، مثل عکاسی، در این زمینه هم بسیار چهره شناخته شده‌ای بودش و تجربه‌های خیلی زیادی داشت. در معتبرترین محل‌ها و مکان‌های مهم فرهنگی و هنری تونسته بود نمایشگاه‌هایی رو برگزار بکنه در زمینه‌های گوناگون، مثل چیدمان آثار هنری در موزه ویکتوریا آلبرت هال لندن همین چند سال پیش تونستش یک نمایشگاهی رو برگزار کنه که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شده بود. از این نظر هم آقای کیارستمی یک چهره بسیار متفاوت و بی همتاست. سبکش از سبک دیگران چه تفاوت داشت؟ آقای کیارستمی به روایت جریان قالب زندگی بدون هیچ اضافه‌ای، بدون هیچ وارد کردن اون چیزی که خودش به نام جریان مصنوعی زندگی میگفت قائل بودش. معمولا فیلم‌های او شامل آثار پلان‌های طولانی بود از جریان روزمره زندگی و از مسائل خیلی ساده زندگی. اینکه ممکنه برگردوندن یک دفترچه مشق یک کودک بتونه موضوع یک فیلم بشه. ما برای اولین بار در فیلم خانه دوست کجاست آقای کیارستمی دیدیم که مورد توجه قرار گرفت و بعدتر با سگانه‌ای که به نام سگانه زندگی شناخته شد، مثل فیلم‌های زندگی و دیگر هیچ، تونست که اون سبک رو ادامه بده. از نظر مضمون فیلم‌ها میتونیم بگیم که آقای کیارستمی یک ستایشگر بزرگ مفهوم زندگی بود. در مهیب‌ترین اتفاقات مختلف زندگی مثل زلزله، آقای کیارستمی همچنان به دنبال ستایش زندگی و بهانه‌ای بود برای زندگی و به تدریج این ماجرا هم ادامه پیدا کرد. در سالهای آخر خیلی تلاش کرد آقای کیارستمی به یک سبکی برسه از حذف افراد مختلف در پروسه ساخت فیلم‌هاشو با 4 یا 5 نفر میساخت و بدون تقریبا حضور خیلی از عوامل رایج در جریان فیلمسازی. از این نظر هم آقای کیارستمی تونسته بود به یک سبک خاصی برسه در این سالهای آخر فعالیت خودش. و بابک درباره بیماریش میگفتی که کی معلوم شد که به سرطان گرفتار است؟
درباره بیماری های کیارستمی اتفاقا همچنان هنوز جای سوال باقی است و خیلی ها هنوز به درستی نمیدونن که چطور به این سرعت یک فیلمساز خیلی شناخته شده از دنیا رفت. اینکه این بیماری چون در ابتدا به نظر میرسه یک بیماری ساده‌ای هستش، یک مراجعه به بیمارستانی که لزوما منتهی به یک مرگ سریع نخواهد شد، اما همین الان همچنان در رسانه‌های ایران بحث‌های مختلفی مطرحه که ممکنه بحث‌هایی مثل قصور پزشکی و ناتوانی و اشتباه درمانی ممکنه باعث شده باشه که آقای کیارستمی به این سرعت از دنیا بره در میون باشه و مسئولان مختلف هم حتی معاون وزیر فرهنگ ایران گفته که در این زمینه ما تحقیق خواهیم کرد که آیا ناتوانی و اشتباه پزشکی باعث درگذشت آقای کیارستمی شده یا نه. اون چیزی که تا به حال میتونیم بگیم اینه که آقای کیارستمی مشکوک به بیماری سرطان بوده و لزوما این بیماری رو نداشته، اما روند درمان ممکنه که با یک سری اشتباهاتی منجر به عفونت‌های داخلی شده باشه و الان گفته شده که در پاریس به دلیل سکته مغزی و آمبولی باعث درگذشت آقای کیارستمی شده. و قرار است که کی جسدیشون رو به تهران برای دفن برند؟ سفیر ایران در فرانسه گفته که پیش بینی می‌کنیم روز جمعه بتونیم پیکر آقای کیارستمی رو به ایران منتقل بکنیم و بعدتر مراسم تشییع پیکرش برگزار بشه، اما این هنوز قطعی نیست و به دلیل انجام امور اداری و دفتری ممکنه که این روند بیشتر طول بکشه. درباره محل دفن ایشون هم همچنان صحبت‌های مختلفی مطرح هستش و گفته میشه که خانواده ایشون یک درخواستی دارن و نهادهای فرهنگی و هنری هم یک پیشنهاد دیگه. به همین دلیل هنوز قطعیت کامل پیدا نکرده که هم زمان تشییع پیکر و دفن و هم محلش کجا خواهد بود. تشکر. بابک غفوری آذر همکارم از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر بابک.